نمیتونی با من بیا. بیا گفتم بیا. راگرد زودتر. خواهید ها آدمانی اینجا بیا. آرام شد. نرم گفتم سرده. آرام شد گفتم. نرم خواهید. دوست داشته‌ات را کشتند و تو را تجاوز میکنند. خواهید ها. بیا دکتر بیا. چیکار کردی دکتر؟ او آماده است سینان. خیلی خوب بیا شین. چرا غمگینی جناب؟ بیاید به دهه میرویم. رویم هم چی میشودی باد. من از باوری مردم پر آمدم. مناسبتم هم با دولت و هم با مردم منطقه بد شد. گفتنیم که یک چند وقت به دهه نرویم تا پس شدن قهر و غضب مردم کم اینجا مونیم. گذر دکتر گذر. یک طرف ایستید. شما چرا با سینان گپ نمیزنید؟ مناسبتتان خوب نیست؟ نامیان به شرف رو نگیر. با او گپ نزن. تجاوز کردن. یعنی که گویا را تجاوز کردن؟ بله گویا که تجاوز کردند. همه واقعهای خاصتان را به مینش جا کردند. وقتی که بیدار شد فکر میکند که همش در حقیقت است. او به اینجا آمدنش را به خاطر نمیارد. مجده تو را از مردن هم بدتر میکنم. گوش کنید، این خائن را هوشیار کنید. به قرارگاه مرکزی میرویم. زودتر باشید، زودتر. یک دو خیلی زودتر. نقمه نکنید، تعمالی نکنید. زودتر بیاره دو را. بیاره زودتر. مجده رو دستگیر کردن؟ مجده چیکار میکرده باشه؟ این چی که پس زود رفتم مشقتان رو دوام دهید. روید زودتر. پراکنده شدید بچه ها. شما روید از پسی کارتون شوید. مجده این مهمانمان است. به خاطری ما شده به اینجا آمده است. همه قرارگاه ها را از نظر گذرانده. آدمانی را که عصبشان خراب شده است یک به یک تبابت میکند. من میخواهم که تو را هم معاینه کند. سینان او با من چیکار میکند؟ از من نپرس. او دکتر است، کارش را خوب میداند. او روح شناس است. آماده شو، او تو را معاینه میکند. به من باور کن. کنی مجده رو. نترس مجده، نترس. نزدم بیا. نامی تو مجده است؟ بله. نامی زیبا داشته. کنی بشین. حالا به یک عالم دیگری وارد میشوی. اکنون به آن نقطه نگاه کن و آرام شو عزیزم. میلش همه فکرهایت را یک طرف گذاشته آرام شو. نفس چخوری بگیر. سپس آن را بیرون کن. همین طور نفس کشیدن را دوام ده. خیلی خوب. با دقت به آن نقطه نگاه کن و فقط به من گوش ده و سخنان مرا اجرا کن.
باید به من اعتماد داشته باشی. خودت را خیلی خوب حس کن. به من مثل شخص دوست داشته‌ات گوش ده و باور کن. در دست و پایهایت کمی وزنینی پیدا می شوند. کمی دیرتر مثل پرنده سبک می شوی. شاید از چشمانت اشک جاری شوند. اما بعد چند لحظه کوشش کن که چشمانت را باز کرده همینطور نگاه داری. بعداً چشمانت پوشیده می شوند و تو آنها را دیگر گشاده نمی توانی. بله، حالا من از 1 تا 10 حساب میکنم و هر یک رقمی گفتم خوابت را وزنین تر میکند و وقتی رقمی 10 را گفتم به خوابی وزنین فرو میروی. رفتیم. 1 2 3 خوابت وزنین می شود. 4 5 خیلی وزنین. 6 7 خیلی هم خوابت می آید. انا همین طور. 8 9 بله 10 به خواب خیلی خوب فرو رفتی و اکنون خواب میکنی. خیلی خوب. انا همین طور. حالت خوب است؟ بله. خوش کنی بگوی که چی میبینی؟ در پست کیست؟ سینون. کنی بگوی سینون در دستش چی دارد؟ آتشک. درست. حالا باشد با تو سفر میکنیم. معنی آدم خیالات و حقیقت را جدا کرده نمیتواند. جایهایی در فکر و خیالت بوده و چیزهایی از سر گذرانیده‌ات را بعد بیدار شدنت آنها را حقیقت فکر کرده هیپنوز بودنشان را فراموش میکنی. مایلش کنی بگوی از همه زیاد کی را دوست میداری؟ یلماز و مادرم را خیلی دوست میدارم. یلماز حالا در کجاست؟ در دانشگاه تحصیل میکند. اکنون فکر بکن که یلماز را پلیس ها دستگیر کردند. او را عذاب دادن میخواند که جایی تو را بفهمند، اما او نمیگوید. میبینی که چطور یلماز را با قمچی میزنند. بر تن او آتش سیگار را خاموش میکنند، گوشهایش را بریدند و او را مسخره میکنند. فکر بکن و حس بکن. بله، انا همین طور. یلماز باشد گپ نمیزند و به خاطر تو را حمایت کردن جانش را از دست میدهد. همه اینها را ببین و حس بکن. اکنون یلماز را سربازان میکشند. به بالای جسدش برآمده رسم خاطروی میگیرند. اگر آن سربازان به دستت افتند چی کار میکردی؟ انتقامم رو میگرفتم و با آنها عیناً همین کارو میکردم. آفرین، انا همین طور. این رو هیچگاه فراموش نکن، فهما؟ هر باری که اگه پلیس یا سربازی رو ببینی یلماز را به یادت آورده به خاطر انتقام گرفتن عمل کن، فهما؟ هر چیز رو رعایت میکنم. آفرین، حالا تمام نشده است. اکنون ببین که چطور سربازان مادرت رو اسیر گرفته، با انبور ناخونهایش رو کنده، انگشتانش رو تاب میدهند، او رو تشنه و گرسنه نگاه میدارند. این رو ببین و حس بکن. انا همین طور. آفرین.
دیدی که چطور سربازان مادری تو را عذاب و شکنجه میدهند. این رو ببین و حس کن. اگر آن سربازان به دستت افتند با آنها چیکار میکنی؟ آنها رو آتش میزنم. آفرین. انا همین طور. هر باری که مادرت به یادت آید این حالت را پیش رو آورده انتقام بگیر. اکنون نوبت به تو آمد. تصور کن که سربازان تو را اسیر گرفتند، تو را بر زمین افشانیده برایت توف میکنند، بر تنت سیگار را پخش کرده در پیش چشم مادرت تو را تجاوز میکنند. این را حس بکن. صدای مادرت را میشنوی و بسیار ناراحت میشوی. تو و مادرت را به درخت بسته پراندن میخواهند. این را ببین و حس بکن. اگر آن سربازان را ببینی چیکار میکردی؟ بمب رو با تنم بسته خودم را در نزدشان میترکاندم. خیلی خوب، آن همین طور. همه این حادثه ها رو فراموش نکن و برای انتقام آماده باش. بعد بیدار شدنت برای فدایی شدن آماده ای. باید هر چیز زودتر برای گرفتن انتقام خودت را فدا کنی و همیشه برای خود را ترکاندن آماده باشی. تو باید خودت را ترکانی. تو باید باور داشته باشی که پس از ترکیدنت به سعادت ابدی نائل میشوی. اکنون تا 10 حساب میکنم و تو از خواب بیدار میشوی. از این پس به من یا سینان اطاعت میکنی. هر وقتی که از دهان من یا سینان کلمه های مادرت، یلمز یا سربازان برآمد، برای فدایی شدن تیار بوده خودت را در این راه قربان میکنی. فراموش نکن. مایلش آفرین. 1 2 3 4 5. تو آهسته آهسته بیدار میشوی. 6 7. خیلی خوب. آرام شدی. 8 9 و 10. چشمانت رو گشا و بیدار شو. با من چی شد؟ با من چی کار کردند؟ آن سربازانی بیناموس در کجایند؟ یلمز را در کجا گروندند؟ مادرم نجات یافتند؟ نه مژده، نه. تنها تو رها یافتی. آنها جزایشان را میبینند. زیغ نشو مژده. همین که بمب ها را آوردن جزایشان را میدهیم. میخوام هر چیز زودتر در نزد اون سربازان خودم را ترک کنم. با من بمب بدید سینان. التجا میکنم. من میخوام فدایی شوم سینان. مرا فدایی کنید. التجا میکنم. با من بمب بدید. چطوری که میخواستید او اکنون دشمنی سربازان است. تنها به تشکیلات باوری دارد. هر امری که دهید اجرا میکند سینان. من چه امر دادنم رو میدانم. یعنی که او فکر میکند که او رو تجاوز کردن همین طور؟ بله. چرا او رو زدی سینان؟ او رو تجاوز کردم. باید از ضربه ماند. او را به جای دیگر برید. در آنجا بیدار شود. یک طرف ایستید. یک طرف ایستید. شما حالا هم در همین جایید جناب صبا؟ چه کار کنیم سینان؟ در منطقه خانه نکافتهشان نمونده است. حتی به خانه من هم سربازان در آمدن. تشکیلات ضربه سخت. همش با گناهی تو سینان. همش با گناهی تو. چرا گناه را به گردن من بار میکنید؟ خبر را کیچه داده است. او گناهگار است. اگر کیچه رو میکشتی، اگر آن مار رو میکشتی، این بلا به سرمان نمی آمد. جناب صبا،
کیچه را که به سربازان تسلیم کرد، برفین را که بر ضد ما روان کرد، مردم را که بر ضد ما شورانید. اصلا ماری عافیه آن دختر است. از روزی به اینجا آمدنش با ما بازی میکند و ما باشیم تماشا میکردیم. اگر من آن ماری عافیه را در وقتش پخش میکردم این کارها نمیشد. اما شما برای کشتن ما نمیشدید. انا دیده تشکیلات را به چی روز آورد. حالا اکنون کاسه صبرم لبریز شد. اگر جانش را نگیرم سنان نباشم. نباید با او دست رسانیم. چرا نمیفهمی سنان؟ یا الله، اگر با او دست نرسانم دوست داشته‌اش را میکشم و قصدم را میگیرم. او رو خیلی پزمان شدید. عکسش رو دائم با خودتون میگردونید. بله، امروز در بارش خیلی گپ زدیم. با وجود این همه مشکلی ها چقدر او رو پزمان شده ام را فهمیدم. روزی برگشتنش رو انتظارم. اگر بر نگردد چی آقای طاهر؟ رود و سالها گذرند. دلتان دائم با او میماند. یگان نفر دیگری را دوست داشتن نمیتوانید آقای طاهر. نه، او برمیگردد. برمیگردد. من این رو حس میکنم. معلمه چقدر زیبا شده ای. از برای خدا مرا رها کنید یا اینکه پرونید. دیگر طاقت ندارم. زیغ نشو. خواهشی دویمت را اجرا میکنم. مایهایش را کشا. فهمیدم. واه واه. کنی راه گرد. خیز راه گرد. چرا جمع شده؟ کنی روید. دیگر کار ندارید. حتمتی کارتان شوید. کنی خیز زینب. خیز. طاقتم را تاق کردی. به دلم زدی. راه گرد. سنان چی میخواهید؟ معلمه رو چی کار میکنی؟ میکشم. فرمان است که با معلمه دست نرسانید مگر این را نمیدانید سنان. میگویم که گریخت. به نام و نشان گم شده رفت. ما باشیم او رو میپرانیم. راه گرد. کنی راه گرد. راه گرد. الو گوش کن معلمت تو را بخشیدم. کنی دو رو گریز احمد. خیز گریز. از فنی تربیه جسمانی به فیرم دو میگرفتی. کنی دو و من تو را ایستا. چی میخواهید جنابی صباح؟ با تو گپ زدن میخواهند سنان. حاضر وقتی گپ زدن ندارم. او کیست؟ از مرکز، یکی از سرداران تشکیلات. اطاعت سردارم. درست میگوید سردارم. فهمیدم. خوب شده است به چشم. معلمه رو باید به شما دهم. شما را چیکار میکنید؟ معلمه را با دکتر میسپارم. با این را محبت مردم را از نو به دست میارم. قهر و غضبشان را فراموش میکنند. میلش او را برید. من نکشم هم خودش میمورد. با دوست داشتد یک جا میشوی دکتر، اما من شما را جدا میکنم. آقای طاهر والدو است؟ آقای طاهر چی شد الدو؟ شادیانه دید
آقای طاهر، جناب صبا زینب رو آوردن. گفتی الدو؟ با خدا معلم زینب به دهه برگشتن. زود ما که امید رو خبر ده. زودتر. بچه‌ش آقای طاهر. آرام شوید. تو کیستی؟ آرام. همشیره، حالا هم به دولت تسلیم شدن میخواهی؟ حالا هم به سربازان و پلیس ها باوری داری مژده؟ نه. نگر، این شناسی مادرت از محبت است. اتین نخل کن که مادر زلال را چه عذاب دادند. به زلال بیچاره آدمان دولت عذاب و شکنجه زیاد دادند. اتین رو. گبزن با تو چگونه رفتار کردن مژده؟ یلمز را کشتند. قبر یلمز در کجاست؟ او رو در کجا گرانیدند؟ مادرم در کجایند؟ در کجا بودنی مادرت معلوم نیست. نه. از آنها انتقام میگیری؟ میگیرم. همه‌شون را میکشم. هم پلیس و هم سربازان را میکشم. تو هیچ کس را کشتن نمیتوانی. میتوانم سینم. کنی بینیم میتوانی یا نه. رو. تشکر دکتر. مژده به بالا نگر. انا در آنجا پلیس ها ایستادند. آنها را کشته میتوانی مژده؟ کشته میتوانی؟ آفرین مژده. اینها پلیس نیستند. اینها ساختن. ایستید صبر کنید. معلم رو آوردن. زینب دختر جانم. زینب زینب را آوردم دکتر. زینب انا در اینجا. گپ زنو خدمتتون. یک طرف زد. دکتر کنی بین. زینب دخترم زینب چشمت را بگرا. دکتر این بار است یکان کار کن که به انصاف ها و عذاب و شکنجه زیادی دادن. بیایید زودتر او را به نقطه طبی برید. زود برید او را زودتر برید. زودتر برید. احتیاط کنید. برای چی مرا سنجیدی سینام؟ با من باور کن سینام. هر یک پلیس و سربازی از سری راهم برآمده رو میکشم. همه‌شون رو میکشم سینام. آنها را یک تا نیو. باید همشان را یک بار نیست کنی و این کار تنها یک راه دارد. آن هم در تنت بمب گذاشته. خودت را میترکانی مژده. راضیم. در بین پلیس ها و سربازان خودم را میترکنم. همش را نصف میکنم سینام. مادای ترکنده رو به من ده. برای این کار جسارت لازم مژده. جسارت دارم سینام. اول تو را یک بار میسنجیم. در یک جای بمب میگذاری. در هر کجایی که خواهید رفتم میگذارم. در نقطه طبی. در جای کاری آن دکتر خیانتکار.
غذای خوب گروی سلامتی است. اینک روغنی برکت که با تجهیزات نوین در بهترین کارگاه‌های استحصالی آماده می‌گردد پیشکشی خواهشمندان است. ترکیب غذاناک و صفتاً بالای این روغن لذت بخش همه طعام‌های ملی میباشد. روغنی برکت جوابگوی استانداردها بوده با نظرداشت طلبات استعمال کننده از نگاه غذای سالم آماده گشته است. روغنی برکت را در ظرف‌های غنجایشی گوناگون با نرخ دسترس در تمام مرکزهای سودای شهر دوشنبه و دیگر منطقه‌ها قرغن‌تپه، کلاب، رشت، ولایت سوخ، شهرهای خوجند، پنجکند و غیره خریداری نمایید. تلفن‌ها برای خریداری و همکاری‌ها 918 88 44 99 918 46 85 96 48 701 01 37. در مرکز سلامتی طبی جنوب متخصصان با تجربه از حساب هم زنان و هم مردان فعالیت می‌نمایند. در این مرکز با استفاده از تجهیزات گوناگون طبی بیماری‌های فشار بلندی، دیابت قند، جاغر، عصر خندراز، چورای ستونوره، بادخورده، بیزوریازی، بیماری‌های گوناگون پوست، پروستات، تنگ گرده‌ها، درد معده، حبوبات، التهاب غدود زیر معده، درد گلو، قیمری، برانکیت مزمن، ضیق نفس و دیگر مریضی‌ها تبابت کرده می‌شوند. نشانی ما محله 46 کوچه جامع 9. تلفن‌ها برای تماس 915 05 33 08 915 05 32 99. به خدا که از تشکیلات آدم گرفتن بسیار هم کار دشوار است. برای گرفتن معلمه زینب چه زحمت‌هایی که نکشیدم. خدا از شما راضی باشد جناب صبا. دخترم را به من برگردان. جانم قربان شما جناب صبا. جان من نیز قربان برادرانم باد. بعضی آدمان مرا طرفدار تشکیلات می‌دانند، لیکن من از آنها بیزارم. باور کنید بیزارم برادران. شما را میفهمیم جناب صبا. آدمان تشکیلات به خانه‌تان رفت و آمدی زیاد دارند. هر بار آمده ضیافت خورده می‌روند. چی کار کنم؟ در بینشان بسیار خویش و نزدیکانمان هستند. درد هیگان ناخوشی روی ندهد گفته آنها را به خانه‌ام راه می‌دهم. بدی همون خوش اومدی زینب. احوالت چی خیر؟ تشکر دلو. حالم خوب نیست. کمی استراحت کن همش میگذرد. نمیشه و دلو. سلامتیم خوب نیست. زینب فکری بد نکن. در مدت کوتاه سلامتیت بهتر می شود. داماد در آمدن ممکن؟ بیاید خاله گلی. دخترم شکر که زنده ای، صحت می شوی. برای زینب از خانه لباس آوردم. کار خوب کرده. بیاید خاله گلی. شما با زینب مانید، من حاضر می آیم. مایلش سلامت باش. طاهر شما در همینجا بودید؟ البته همینجا بودم. از هیجان حتی اومدنم را حس نکردی. سلامتی دختر چه خیلی است؟ انشالله صحت می شود مادر جان. من رفته با پدرش صحبت کنم. دردمان کم بود که باز این دختر دردی سرمون شد. سلامتی دخترم چطور از دکتر؟ سلامتیش آنقدر خوب نیست آقای حامی، لیکن برای بهتر شدنش کاری از دستم آمده رو میکنم. شما خواطر نشید. تشکر پسرم. تا وقتی که تو اینجا هستی خواطر نمیشود. دکتر زینب رو آوردم. از خورسندی حتی به من تشکر هم نگفتی. تشکر جناب، این خوبیتان را فراموش نکنید. عاشقان را به هم دیگر رساندن مرا خرسند کرد. انشالله توی دکتر و معلمه را باز یک بار دیگر میگذارم. انشالله توی هم میشود. انشالله اول زینب صحت شود اون طرفش آسان از جناب صبا. گوش کن پسرم، شاید زینب را به خانه بریم. نه آقای حمید، این شب همینجا میماند. پگاه خودش به خانه میرود.
خب پسرم میلش چه خیلی که خودت خوری. شما نیز انتظار شده خودتون را عذاب ندید به خانه برگردید. روید همتون روید نیستید مانع دکتر کارش را کنه. روید اینها را گیرید آیسته گیرید. جناب سبا خدا از شما راضی باشد. برای دخترم را به من برگردان زنتان. من از شما قرض دارم. من هم به خونه روم. جناب سبا مهمان نشدید تا شما را در خانه مهمانداری نکنم و هیچ کجا نمیروید. یک گوسفند را سر زده برای مردم خدایی میکنم. خیر چی گویم آقای حامد، دولتت را قبول میکنم به شرطی که سرداران دیگر قبیله ها را نیز دعوت کنید. میلش بگذار از نجات یافتن زینب همه با خبر شوند. این طور باشد همه اتون مرحمت کنید. بیایید رفتیم. مرحمت. رفتیم. قزبان کنی به من بگو راست است که معلم نجات یافته است؟ البته خاله زیگل حالا در نقطه طبی در نزد دکتر است. حالش چی است؟ خیلی بد. دیگه شوهرش دکتر این را طبابت میکند. با قریب باز یک بار دیگر از خانه دار میشوند. شاید زینب در کجا بودنی برفین را داند و خبری آورده باشد. به لباسی تازه پوشاندم. تشکر ینگای گلی. من اکنون روم بدتر باز میآیم. میلش ینگای گلی برای زینب خواطر نشوید او سیاد میشود. خدا نگهبانتون خانم رو بیار. خیر میلش مبارک شود گلی. تشکر زیون. خدا به تو هم نصیب گرداند. خدا خواهد روزی برفین هم نجات مییابد انشاءالله گلی. تا بازدید. زینب نجات یافته است پسرم. مبارک شود. تشکر خدای زیدال. از برفین یکون خبری هست؟ زینب چیزی نگفت؟ نه نگفت خدای زیدال. اگر خواهید رفته از خودش پرسید. سلامت باش. زینب دخترم خدا شفا دهد. تشکر خدای زیبا. زینب دخترم به من گو برفین را دیدی؟ او در کجاست؟ او را ندیدم. خواهش میکنم دیدم گوی زنده است گوی. التماس یگان چیز گوی دخترم. مژده تو آماده ای؟ از عهده این کار میبرایی؟ البته میبرایم. تا اون دکتر خاین را که ما را به پلیس بردن میخواست نابود نکنم آرام نمیگیرم. و در اون دیه نمیدرایی؟ برده در نقطه طبی میگذاری؟ فهم محسنم. توفه تویانه دکتر را دید. این را گرفته بر. رو مژده رو. قرار کار. طاهر پسرم وقتی در امریکا خواندنت در آنجا ماندن میخواستی یاد داری پسرم؟ ولی ما زید برآمده بودیم. گفتنیم که شاید باری دیگر در این باره فکر کرده از این جای ها رویم پسرم. به امریکا رفته کارت را در آنجا دوام میدهی. به خارج نمیروم مادر. امریکا را از سرم دور ساختم. حاضر یگانه خواهشم در اینجا مانده با مردم این دیه خدمت کردن است. در امریکا هم خدمت کرده میتوانی پسرم. پسرم از من دور کردن نمیخواهد. مادر شما مرا نفهمیده. من از این دیه به هیچ کجا رفتن نمیخواهم. در امریکا دکترانی زیاد هستند اما در اینجا مادر التماس دیگر در این موضوع گپ نزنیم.
من باید رفت زینب را خبر گیرم. از برفین یکون خبری هست زلال؟ تو چی کار کردن میخواهی رابیه؟ کنی پیش درو. بلا زند او در اینجا چی کار میکنه؟ چی شد سینان؟ اگر مجد مادرش را بیند کاری کرده ای دختر برباد میرود او همش را به یاد میآورد. ایتن زود رفته مجد را برگردان. زودتر. پسرم را از من دور کردن میخواهی؟ مصلحتمون چی بود؟ تو باید همراهی طاهر به شهر میرفت و من همه چیز را به طاهر نقل میکردم. فراموش کردی؟ برای چی او را به خارج فرستادن میخواهی؟ تو چرا اجازت دادی که آنها خانه‌دار شوند؟ آخر میدانستی که اگر با زینب خانه‌دار شود در از این دهن نمیرود. من در دهن نبودم. اگر میبودم هم باید چیکار میکردم؟ میگفتم تو پسری من هستی؟ بیشاگه ها دشمنی جانی مویا با دختری آنها خانه‌دار نشو میگفتم. گوش کن به من کمک کن زلال. بیا کاری کنیم که طاهر برای به شهر رفتن راضی شود. ها راضی شود و بعد تو پسرم را گرفته به خارج روی؟ کبزار از اول مرا فریب دادی. بس اکنون به تو باور نمی کنم. پسرم در نزدم میماند. روزی میرسد که دخترانم را هم نجات داده هممون یک جایه به شهر میرویم. همه این خیال خام از زلال. خیال خام نیست. دخترانم را نجات داده براتم را گرفته به شهر می رویم. زودتر رفته او را نگه دار. کیست آنجا؟ زودتر باش آخر ایتین زودتر. نباید مجده با مادرش رو برو شود. گربه بوده است. آقای طاهر داروی خوسته‌تون. تشکر دیلا. کمی آب بیار. مایلش.
چی شد؟ کار تمام. بیا رفتیم. سینان تو را انتظار است. این چی باشد؟ کی این را گذاشته باشد؟ کمتر خواب کن زینب. خوابم نمیبرد طاهر. این دارو تو را آرام میکند و خوابت میبرد. آقای طاهر، این قوطی رو به شما فرستادند. کی فرستاده است؟ از کی بودنش معلوم نیست. فقط به دکتر دهه آبی کلان آقای طاهر نوشته شده است. تو همراه زینب است؟ چه حال داری زینب؟ همش حال شد سینان. بوم برا تو میترکانی مجده. مرزا بیده. انتظارم سینان. تو مرا زیر کرده میتوانی؟ البته میتوانم. کنی جسارتت را نشان ده. آفرین مجده، آفرین. برای چی بومبا نمیترکد؟ چرا این کار نمیکند؟ این چی معنی دارد؟ دکتر، اگر میخواستم در وقتی گشادن قوطی هلاک میشدی، حیاتت در دست من است. دانسته باش. در درونش چی بود است آقای طاهر؟ کسی شوخی کرده است دیلو. کافته ایستاده است. تو خودت را که فکر کردی دکتر ابله؟ اگر خواهم تو را در یک لحظه نابود میکنم. آخر بمبا نترکید سینان. چرا میخندی؟ بمبایی نبوده چخیل میترکد. یعنی چخیل؟ من قوطی خالی را بردم؟ البته خالی. تو را سنجیدم مجده. من بازی نکسیدون. من انتخام نزدیکانم را گرفتن میخواهم. صبر کن مجده. البته میگیری. صبر کن. من دیگر صبر کردن نمیتوانم سینان. تو انتقام نزدیکانم را نگیرم آرام نمیشوم. صبر کن. خاله زیلال؟ دیلو دخترم، ممکن است امشب در خانه شما استیم؟ البته دخترم. تو چه میگویی؟ مرحمت گذارید. عمر، چه حال داری پسرم؟ خوبم خاله زیلال. گذشته شی بخیر است دیلو؟ یکم واقع شده؟ نه هیچ گپ نیست. کمی ناراحتم. با عمر گفتم که بیا به خانه خاله زیلال میرویم. کاری خوب کردی دخترم. اگر بابای همه بودم در خانه خودم ایستاده. این چه خیلی گپ است عمر؟ همینجا می ایستیم. اینجا خانه شما هم هست. خوراک تیار است دیلا. حاضر رفته گرم میکنم. من میکنم. شما شینید خاله زیلال. عمر تو رفته دستانت را شما. مایل شفا جان. زینب، خوب هستی؟ خودت رو چه حس میکنی؟ خوبم طاهر. کمی بهتر شدم. خودت
خوب هستی طاهر؟ از همون لحظه‌ای که تو رو دیدم خوبم زینب. حتی یک لحظه هم از خیالم دور نشدی. اون زده همیشه در گوشم صدا میداد. تو هم دایم در فکر و خیالم بودی. میترسیدم که میمیرم، تو رو دیگر نمیبینم. اگر با تو یکم واقع میشد. من از مردن نه، بلکه از آن میترسیدم که میمیرم و تو رو دیگر نمیبینم. زینب طاهر، تو از من امیدت رو کنده بودی؟ نه، امیدم رو نکندم. میدونستم که برمیگردی زینب. با این باوری داشتم. طاهر پسرم. مادر؟ سلامتی هم خوب نیست پسرم. با شما چی شد مادر؟ سرم چرخ میزند، اعضای بدنم درد میکند. حاضر با شما دارو میدهم. من در اینجا میمیرم، نابود میشوم. با من بیهوده دارو میدی. مادر، اگر دارو نخورید چطور صحت میشوید؟ کنی خورید؟ سلامتی هم تماما خوب نیست طاهر، شاید معلوم نباشد، لیکن من بیمارم پسرم. شاید در بیمارخانه خواب رفتنم لازم آید. مادر، شما بیمار نیستید. روزهای سخت را از سر گذراندید. عصبتون خراب شده است. چی؟ برای آنکه به بیمار بودنم باور کنی باید بمیرم؟ در اینجا ایستادن نمیخواهم، به خانه رفتن میخواهم. برای چی به خانه امان نمیرویم؟ شما بیمار نیستید. مقصدتون مرا از اینجا بردن است. اگر من در اینجا میرم هم تو پروا نداری. بس کنید، دیخیل نگویید. پس برای چی از این دیهن نمیرویم؟ مادر، چند بار بیام که من از اینجا رفتن نمیتوانم، این مردم را پرتافتن رفتن نمیتوانم. چرا شما نمیفهمید مادر؟ امیدی یگانه اشون من هستم. فهمیدم. من سببی نرفتنت را فهمیدم. عمر خواب رفت دیلا؟ بله خوب رفت. دیلا، با تو چی شد دخترم؟ رنگت پریده است. نپرسید خاله. امروز با آقای طاهر مکتوبی تهدید کننده آمد. در درونش یک زرگوشی سفید را کشته فرستاده. چی؟ از درونش مکتوبی نوشته سینون برآمد. خدا جزای آن ظالمون را دهد. رزیلانی خواب سوخته. حیوان بیچاره را به خاطر تهدید شده کشتن. خاله، من سخت میترسم. اگر به آقای طاهر ضرر رسانم، اگر بابایم به دست آنها افتیده باشد، کی میداند شاید آنها؟ این کار نکنی دخترم، خیلی گپ نازم. حتما یک روز برمیگردم. کودک نیستم که به کجا میروم. من قسم یاد میکنم که از آدمانی که خلق و وطنم را اذیت دادند انتقام میگیرم. من از امروز فدایی شدم. بهر نزدیکانم و خلق و وطنم جانم را فدا میکنم. در بین دشمن خود را میترکانم. در برابر جانم هم باشد انتقام هممون را میگیرم. بس شد اکنون کفایه. و من گوش کن، این نوارا نسخه برداری نموده به همه قرارگاه ها و خانه های تعلیمی فرستید. با چشم سینون. روید اکنون، روید. دیدید جسارت را دیدید. روید، نیستید. آفرین مجده، به خدا خیلی خوب گپ زدی. من انتقام گرفتن میخوام سینان.
انتقام گرفتن میخواهم. البته میگیری، صبر کن. تو اکنون فدای راه دعوایمان هستی. تو با این جان فداییت هم انتقام نزدیکانت و هم خلقت را میگیری و یکی از شهیدانی دعوایمان حساب میشوی. مژده کاش خودم رو در بینشون تکرار به تکرار تر کنم. در هر ترکاندنم دشمنی زیاده رو به قتل رسونم. آن همین طور مژده. دعوا را با این راه صاحبی کردن لازم. آفرین به تو. درباره انتقام دختران جوانی که خویش و نزدیکانشان را از دست دادند فکر کن. تو نمونه به همه جوان دختران و شیردلان میشوی. چه بودن آزادی حقیقی و قهرمانی را به همه نشان میدهی. بله، در همه جا سخن درباره تو میرود. مژده، تو یک کاری میکنی که در رادیو و تلویزیون و روزنامه و خبرها درباره تو گپ میزنند. نام در همه جا مشهور میگردد. کی باید به شهر روم؟ همه چیز تیار است. در شهر تو را انتظارند. لیکن اول به محله گله رفته شناسنامه این نود را گیر تا اینکه تو را نشناسند. ایتین به محله گله نزد ارتون روید. او آدمی خودمان است. نامم را به او گوید کافی است. فهمیدم سینو. ما آماده این سینو. حاجت به صرف کردنی وقت نیست. هر چیزو رویم بهتره. شتاب نکن. وقتش میرسد. تشکیلات با تو بر این شیردلها میفخرد. پسری با عقل من، علی جانی با عقلکم، فرزندم. آفرین پسرم، آفرین. ینگه این خانم رو بیا چرا نمی آید؟ گفتم اما ناومد. نخواهد ناید. آره این طور نگویید. اون مادری دامادمون است، در خانه‌مون مهمان است. ینگه یک بار دیگر رفته او را جر زنید. خب مایلش. همین طور چای نوشیده میشینید. چرا سری دسترخوان نمی آیید؟ نمیخواهم گلی. خانم رو بیا. این طور نکنید، بیمار میشوید. مرحمت به سر دسترخوان. اشتها ندارم. مجبورم نکنید آقای حامید. خیر اختیارتون خانم رو بیا. خودتون میدونید. یگون چیز خوردن نمیخواهد. به خدا بیمار میشود. نخواهد نخورد. چیز دوره کنه. بس کنید. راست گفتم. او خودش یک رو است. سربازان از دیگر رفتند. بله پدر. باوری داری؟ انیق رفتند؟ البته پدر. شنیدم که معلمه بدیه برگشت است. راست؟ راست پدر، معلمه برگشت. معلمه را جناب سبا آورد. پدر از دیروز بود یک گپ را 100 دور میپرسید. البته میپرسم. چی تشویش دادم؟ خدا من صبر ده. چی میخواهید؟ چی میخواهید؟ مرا قریب دلغکم کردید. چی میخواهید؟ برای چی ترسیدید آقای رئیس؟ در دهنه نمیتابید رئیس؟ نبودم. چی؟ نبودم. در شهر بودم. کار داشتم. آقای رئیس میدانید در ده چی واقع شد؟ میدونم. از همه چی با خبرم. معلمه زینب با ده برگشته است. خوب شد که از دست تشکیلات نجات یافت. اما بسیار نقص، بسیار نقص. بعد میدانید چی شد؟ بسکو شد. روید از پسی کار تو شد. روید از اینجا. رئیس عقلش رو خورده است. تحقیق کردم دیگه. دکتر و معلم باز یکجا شدند. کنی بینیم و سرمان باز چه بلاها رو می‌آورده باشند. تو را دیده حاضر خرسند میشوند. بیا دخترم بیا جان. خوب هستید مادر جان؟ خوب نیستم طاهر. باز شبی در روز خوابم نبرد. خوش آمدی زینب. زینب خوش آمدی نمیگویید مادر جان؟ خوبم میگویم. سلامتی چطور خدا شفا دهد زینب. تشکر زیاد. شما هم شفا یابید خانم رابیه. تشکر. زینب دخترم نخود خوش دامنت رو خانم گویی. کنی مادر گوی. مادر گوی.
همین خیلی راست میستید. مرحمت شنید آخه. مرحمت مرحمت. شکر که همه یک جا شدین. گرسنه هستم لیکن با شما در سر یک دسترخوان نشستن را پزمون شدم. مرحمت گرفت چیزی گرفته خور. تو هم گیر پسرم. مرحمت کن. مادرم کجا شدن؟ رفت. خانم رابیه کمی ناراحتم. میدونم مامک. من یک رفته بینم. یگون چیز نمیخوری طاهر؟ بگذار به نزد مادرش شود دخترم. با شما اشتیایی تو. تشکر پسرم. زینب نترسد گفته به اون گفته. شما نیز در این باره به کسی نگویید. مایلش دخترم به کسی نمیگویم. کاری کردهشان رو بینید. در روزی رفشن یک کوتی رو گذاشته رفتند. ما باشیم خبر نشدیم. شب خوابم نبرد دیلا. اگر در درونی کوتی بمب میگذاشتند، اگر بمب میترکید چی همینجا همه‌تون هلاک میشدید. شما درباره کدام بمب گپ میزنید؟ نه هم تو صحبت میکردیم خانم رو بیا. همه گپ‌هایتان رو شنیدم. مرا فریب ندهید. سلاحداران یگان قوطی گذاشته رفتن خانم زلال. قوطی خالی برآمد. سلاحداران قصد جان طاهر را کردند. او نباید در این دیه ماند. زودتر از اینجا رفتنش لازم. با کجا روم مادر؟ پسرم چرا به من نگفتی؟ سلاحداران به تو تهدید کردند. در درون قوطی خدچه گذاشتند. از این معلوم می شود که دفعه دیگر بمب میگذارند. آنها تو را کشتن میخواهم پسرم. مادر اگر میخواستم بر وقت ما را میکشتن. بیا دیلا از پسی کارم شوید. میلش آقای طاهر. پسرم در همین جا ماند گفته به مرگش راضی میشدی زلال. نرخ این چند پول باشد؟ نرخ این چند پول باشد؟ نرخش قیمت راهگرد چرا ایستاده ای؟ کوچه خانهای گرد، کوچه خانهای گرد داره مرمت کوچه خانهای گرد مرمت کنه ارزون میکنه مرمت. نرخش چند؟ مادر جون کجا کم خرید مادر جون؟ مرحمت خواهر جون. ایست دخترم پول نداریم یکون وقتی دیگر. کوچه خانهای گرم مرحمت کنید دفعه. چکار میکنی؟ شیرینم بلازن مرحمت کوچه خانهای شیرین بلازن حاضر از خطان گرفته مرحمت. کلچقان چند سوم است برادر؟ گیره درزم زنی به قریبی از محبس بر اومده ایتین در درون است. همراهش یک دختر بو سردار. ایتین سلاحداری خطرناک است. دختر را برای یگان کار استفاده می‌برد. چشمت را از آن مرحمت کوچه خانهای شیرین. خوش آمدید خانم ها. گیاهی شفا بخش میخواهم. مرحمت انتخاب کنید. گیاهی به من لازم بوده خام است. تو را کی فرستاد؟ سینام. ما به تاخانه میریم دخترم. اگر یه مشتری آمد پدرم حاضر میاد گویی. فهمو؟ فهمو. دخترم روی مولت را گیر. اکنون تبسم کن. برای محبس نیست کو، برای شناسنامه است. این دختر خنده را فراموش کرده است. شد نجوم، همین خیلی خوب است.
نامش را چی نویسم؟ نامم مژده است. آیشه نویسید. شناسنامه کی تیار می شود آقای ارتون؟ پگاه تیار می شود. من تا پگاه انتظار نمی شوم. فوراً آماده کن، ما رویم. خوب مالش، در درون منتظر شوید. بیا. زینب با تو صحبت کردن میخوام دخترم. مرحمت، یگون چیزی مهم خانم رو بیار. بسیار هم مهم. برای همین همچین یک مادر مجبور شدم که با تو صحبت کنم. مگر من به شما یگون ناحرمتی کردم؟ گپ درباره تو نمیرود زینب، گپ درباره پسری من میرود. طاهر رو دوست میداری همین طور نی؟ اگر دوست نمی داشتم با خانه دار نمی شدم. این طور باشد حیاتی خوب و آسایشته داشتنش رو هم میخواهی همین طور نی؟ البته میخواهم. بعد خانه دار شوی اما ما هر دو خوشبخت میشویم. خانه دار شوی رو یک سه گذار. اگر طاهر در این دیه ماند شاید او رو کشند. شما چه گفتن میخواهید؟ گفتنی هم که اگر طاهر در این دیه ماند از طرف سلاحداران به قتل رسانیده می شود. شما این را از کجا می دونید؟ باز چقدر دیگر انتظار می شویم؟ نمیدونم. تیار کرده ایستاده است. مادر جان کجا قم میخواهم؟ با کجا میروی؟ کلچه قند میخرم. با من پول ده ندارم. مایلش زود رفته برگرد. مایلش. خانهای شیرین، مالهای ارزان دارم. کلچه خانهای گومزا. مرحمت. مرحمت اپا. دو کلچه قنده. مرحمت. اشتهای کم. ببخشید. ازگم نیخوام. با من بیاد. گومزا تبین کلچه ها. مژده چی گپ شد؟ حال همشینت نامم تیار نشده است. صبر کن، باز کمی دیگر انتظار شد. نامم رو ده، من نروم. با تو چی شد مژده؟ گیر این دیوانه را از بالای سرم. شیناس نامم رو ده گفتم. خود بیا، با تو چی شد؟ او همینجاست. اون خواهین رو دیدم. شخصی که یلومت رو کشت همینجاست. سلاح ندارم که او را کشم وگر نه همشان را به قتل میرسونم. با این احوال انتقام گرفته نمیتوانی مژده. آرام شو. آرام. کمی دیگر صبر کن. بسیار راه نگشته یک چند مدت در خانه استراحت کنید. داروها را هم در یک روز 3 مرتبه استعمال کنید. فهمم؟ منش آقای دکتر فهمیدم. با گفته‌های ما رعایت کنید. مایلش آقای دکتر. خیر مایلش. خدا شفا دهد. خدا از شما راضی باشد. طاهر در زینب، تو در اینجا چیکار میکنی؟ دلا گفت که تو در اینجایی. تو باید استراحت کنی. چرا سر و گشت میکنی؟ با تو گپی مهم دارم. از این را میفرستادی خودم میرفتم. با تو تنها صحبت کردن میخواهم. یکان گپی مهم بود؟ بله. رفتیم. اگر زینب هم در ده ماندنش را نخواهد طاهر از اینجا می رود. طاهر اگر در درون اون قطی بمب می بود
مادرت سخت ترسیدند از این دیه رفت. من به هیچ کجا نمیرم زینب. کی میداند شاید دفعه دیگر در درونش بمب بگذارند. زینب اگر مرگ ما را میخواستند کی ها ما را میکشتند تو را هم. یعنی ما را کشتن نمیخواهند؟ نه. تو از کجا میدونی طاهر؟ مردم این دیه ما را دوست میدارند زینب. تشکیلات از قدرت خوف میترسند. از این رو ما را کشتن نمیتوانند. نیتشان ما را ترساندن است. مادرم بیهوده خواطر میشود. هیچ نباشد یک چند مدت از اینجا رفت. من تو را چطور پرتافته روم. من در اینجا میمانم. همینجا با همراهی تو. بیاید گیرید خانم ها. شناسنامه تیار. گیر مژده. حقتان چون هر وقت پرداخت کرده می شود. میلش. الو. بایر کنیزم آن شخص را خبردار کردم. عملیات را آغاز میکنیم. رفتیم. رفیق سردار دیگرون چی؟ مرد نیست سود پاش رفتیم گفتم. فهمو خودی حاضر میکنیزم. بعد هست افتاده. ارتون چی واقعه؟ کسی خبر داده است. نامی مرا هم گفته است. رفتیم. زود باشید مادری پنهانی براید. آلیس دستش را بردار. دستش را بند. در کجایم؟ کیها در کجایم؟ روباهی مکار برو را. تا از دری پنهانی گریز. با کجا روم؟ با دیه قزل تاش رو. با اون دیه رفتم معلمه لیلا رو پیدا کن. و او گوی که من با نزدی سینان رفتن میخواهم. تو چی؟ فکری مرا نکن رو. زودتر یاری تجلی رو بچستم. طاقت طاهر من خودم میروم تو به نقطه تی برو. این دیگه پدرت مرا انتظار است. مصلحت کرده روزی توی رو معین میکنیم. مایش معین کنید. زینب چرا مرا گوش نمیکنی؟ چرا مرا زیخ میکنی؟ تو باید داروهایت رو استعمال کرده استراحت کنی. راست میگویی باید به گپت گوش کنم. همسری خوب میشوم از گپت نمیبرایم میشود. میشود. آفرین به تو زینب.
چی شد دخترم؟ طاهر برای به شهر رفتن راضی شد؟ نه، از دیها نمیروم میگوید. مرا کشته نمیتوانم میگوید. نه خود. با اجازت، وقتی استعمال داروهایم رسید. بخیر است خانم رابیه؟ هیچ گپ نیست لول. از پست گشتم. زینب را برای راضی کردن پسرم فرستادی. پسرم را نیت از دیها بردن رو داری؟ کوششی از متن جا دادن پسرت را دارم. تو هم به من یادی رسانی نمی شود. تو پسرم را از من جدا کردن میخواهی؟ میخواهی کی؟ در اینجا مانده مرگش را انتظار شود. داماد دیر کرد. ما فکرم نمی آید. امروز صحبت کردیم، حاضر می آید. زودتر آید روز توی را انیق کنیم. همین طور دخترم؟ همین طور خانم رابیه؟ شما در فکر توی هستید، لیکن هیچ کس دردی مرا نمی پرسد. بخیر از خانم رابیه، شما چی درد دارید؟ زینب می داند. از تو التماس کردم که برای از دیها بردن طاهر کمک کنی. اگر طاهر رفتن نخواهد من چی کار کنم؟ تو چی مگر مرگ طاهر را میخواهی؟ خواهش میکنم این طور نگویید. خانم رابیه چرا به زینب داد میزنید؟ چی گپ است؟ چی شده است؟ گپ زنید. چه شدنش را زینب بهتر میداند. تشکیلات در نقطه طبی بمب میگذارد و او را میکشد. برای طاهر را راضی کردن و از دیها رفتنش زینب را به نزدش فرستادم، اما زینب این را نمیخواهد. من گفتم، لیکن طاهر رفتن نمیخواهد. به خودش آدمی با عقل است. مادامی که در دهه ایسا نخواهد چرا ما دخالت کنیم؟ آخر پسرتون همسرش رو پرتفته رفتن نخواهد، زینب چی گناه دارد؟ این طور نکنید خانم رابیه، و خدا عیب است. البته یافته پسری اهل مرا نمیگذارد که با من رود. پسرم را به حالش گذار. فهمیدی؟ بگذار با من به شهر رود. به دهانت نگاه کرده گبزن. این را بینید چی میگوید؟ در نبودن من همتون یک جا شده آنها را خانه‌دار کرده. کاری کرده تان عیب است. شرم داره. با من صبر روی رفتن گیر. زینب دخترم، این زن از کجا پیدا شد؟ دیلا من باید رفت یگان لباسی تازه پوشم. یگان کاری مهم دارید؟ بله، با خانه آقای حامد رفته روزی توی رو معین میکنیم. یعنی به قریبی باز توی میشود؟ اگر خدا خواهد. چه نقص؟ توی نمیشود طاهر. برای چی؟ مادرت حق است، باید از این دیها روی. اگر من سببی در این دیها ماندنم باشم، دیگر هیچ چیز تو رو من نمی کند. تب خاطر خواهده کی نبجه این دیها برایت خطرناک است. به شهر برگرد، به خوشبخت شو. تنها ماندن میخواهم ولی چند سال البنداتم رندان گرام چند سال البنداتم ولی چند سال البنداتم. قسم یاد میکنم که از آدمانی که خلق و وطنم را اذیت دادند انتقام میگیرم. من از امروز فدایی شدم. بحری نزدیکانم و خلق و وطنم جانم را فدا میکنم. در بین دشمن خود را میترکانم.
در برابر جانم هم باشد انتقام هممون رو میگیرم. ابراهیم ما بیا بردار رفتم ولی افراد کنه رفتیم بایی طرف بایی طرف من با شما کی بودن مژده را نشان میدهم. پیراهی تقدیم فیلم سال 2011 در مرکز پرودیوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی گردانده شد. در مرکز سلامتی طبی جنوب متخصصان با تجربه از حساب هم زنان و هم مردان فعالیت می‌نمایند. در این مرکز با استفاده از تجهیزات گوناگون طبی بیماری‌های فشاربلندی، دیابت قند، جلغر، استخوان‌دار، چرای عمره، بادخورده، انسولیوزی، بیماری‌های گوناگون پوست، پروستات، تنگ گرده‌ها، درد معده، قبض، التهاب غدود زیر معده، درد گلو، گیماری، برانکیت مزمن، ضیق نفس و دیگر مریضی‌ها طبابت کرده می‌شود. نشانی ما محله 46 کوچه جمعی 9. تلفن ها برای تماس 915 05 33 08 915 05 32 99.